این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم و من اسمشو گذاشتم 3 مرغ جادویی. در مورد یه اتفاقیه که چند سال پیش توی یکی از شهرهای بلژیک افتاده. مقامات شهری برای کاهش ضایعات مواد غذایی و مدیریت بهتر زباله‌های ارگانیک یه ایده خیلی جالب رو اجرا کردن. اونا به هر خانوار 3 مرغ رایگان پیشنهاد دادن. این طرح با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. حدود 2000 خانوار تو اون شرکت کردن که در مجموع 6000 مرغ بین ساکنان توزیع شد. هدف این بود که مردم این مرغا رو در حیاط خونه‌هاشون نگهداری کنن تا با خوردن پسمانده‌های مواد غذایی مقدار زباله‌های دور ریخته شده کاهش پیدا کنه. نتیجه اون شگفت‌انگیز بود. این طرح منجر به کاهش حدود 100 تن از ضایعات مواد غذایی فقط در ماه اول شد. اما همینجا تموم نمیشه. مرغا نه تنها زباله‌های غذایی رو کمتر کردن، بلکه تخم مرغای تازه برای خانواده‌ها فراهم کردن و حتی باعث شدن کودکان بیشتر با حیوانات و طبیعت آشنا بشن. این برنامه خیلی مورد توجه قرار گرفت و در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد، چون هم یه راه حل بامزه و ساده برای مشکل شهری بود و هم خیلی فواید برای محیط زیست داشت. خیلی از شهرهای دیگه هم از این ایده الهام گرفتن و پروژه‌های مشابهی رو اجرا کردن. به نظر من این ایده میتونه توی هر جایی موفق باشه، چون انسان‌ها به حیوانات احتیاج دارن و با اونا زندگی میکردن و یه نیاز فطریه. موجوداتی هستن که اقتصاد داشتن و طبق تحقیقاتی که انجام شده در مورد فواید زندگی در کنار حیوان‌ها میشه از کاهش استرس، افزایش احساس مسئولیت، تقویت سلامت جسمی، ارتباط عمیق با طبیعت، کاهش احساس تنهایی، افزایش مهارت اجتماعی، تأثیر مثبت بر سلامت روان، تقویت حس همدلی و محبت، بهبود سیستم ایمنی بدن، آموزش مهارت‌های زندگی و هزاران فواید دیگر رو نام برد. ما با حذف این حیوان‌ها از زندگیمون یه چرخه زندگی رو خراب کردیم. دوره‌هایی بوده که ما اینقدر آشغال نداشتیم، چون اینقدر آشغالی تولید نمی‌شد. هر چیزی که تولید می‌شد به یه چرخه طبیعی برمیگشت دوباره به طبیعت. برای مثال اگه پوسته میوه‌ای بود، گوسفند یا بزا می‌خوردن. اگه ته‌مونده سفره نون بود، مرغا می‌خوردن. و یه چرخه درست وجود داشت و چیزی به اسم زباله تر که امروز ما اونو میشناسیم اصلا شکل نمیگرفت. آشغال خشکم شکل نمیگرفت به شکل امروزی، چون هیچ ظرف یک بار مصرفی وجود نداشت. الان همه ما هر موقع خسته میشیم از روزمرگی های شهر و صدای شلوغی های شهر، تنها چیزی که آروممون میکنه، حال و هوامون رو عوض میکنه، اینه که از شهر بزنیم بیرون، بریم تو دل طبیعت، بریم توی مزرعه ها تا دوباره حال دلمون خوب بشه.